امام علی رحمان در تهران. بار اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان 9 سال پیش به ایران سفر کرده بود. 2 سال بعد از سفر اخیر رحمان، مناسبت دوشنبه و تهران به گفته تحلیلگران به پایین ترین سطح خود رسید. مقامات تاجیک ایران را به دستگیری از حزب ممنوع نهضت اسلامی متهم کردند. تهران این را رد کرد. کارشناسان چند عامل را سبب نرم شدن مناسبت دو کشور می دانند. پیش از همه اونی که قضیه افغانستان این ما خواهیم نخواهیم این حتما یکی از همون تریگرهای اساسی است که تاجیکستان و ایران به هم نزدیک میکند. دوم خوب مسئله قرقیزستان ما خواهیم نخواهیم این چیز حتما تاثیر خودش میرساند، چون قرقیزستان مثلا از ترکیه و گرفته است، از سلاح گرفته است، دستگیری همان سازمان کشورهای ترک برخوردار شده است. تاجیکستان در این رابطه نمیتواند که با روسیه تکیه کند، چون روسیه در همه این جنجال های داخلی دخالت نمیکرد. مجموعاً دوستی ما همون دوستی خواهد ماند، چون که ما با خلق ایران هیچ پرابلم نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت. لحن گفتار مقامات تاجیک در برابر ایران حالا تغییر کرده است. تحلیلگران نزدیک به مقامات حالا از دوستی دو خلق برادر صحبت میکنند. که این نه برای اون است که ما از کسی میترسیم یا اتفاقی نداریم، بلکه برعکس همون همکاری های یا که هم فکری ها هم اندیشگی های تاریخی هستند که آنها البته هر گونه مشکل را پس سر میکنند و از جمله همین سردی هایی که نسبت اپوزیسیونی ما در ایران شده بود آن را هم پس سر کردند و علاقه مناسبت ها گرم شده است. سردی روابط میان دوشنبه و تهران ظاهراً کم شده است. کارشناسان از بهبود روابط دو کشور امیدهای زیاد دارند. با توجه به امضای پروتکل همکاری‌های امنیتی میان دو کشور، مسئله‌ای که شما به آن اشاره کردید کاملا مشخص شده است. به اصطلاح چارچوب و قاعده بازی تنظیم شده است و من بعد آن رعایت خواهد شد. بعد از دیدار امام علی رحمان و ابراهیم رئیسی میان دوشنبه و تهران 17 سند نوی همکاری به امضا رسید. ایران در سال 1991 یکمین کشور بود که استقلال تاجیکستان را اعتراف کرد. تا سال 2013 تهران یکی از عمده‌ترین شریکان اقتصادی دوشنبه دانسته می‌شد. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.